مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه میگه میگه منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، هرچند با شرایط حال حاضر ایران میدونم که حال شما مثل من خوب نیست. امروز قصد که در برنامه پشت پرده آخرین اخبار اتفاقات عجیب و غریبی که چند ساعتی هستش در زندان اوین اتفاق افتاده رو برای شما پوشش بدیم. از ساعت 5 بعد از ظهر امروز خبری مبنی بر این که در زندان اوین آژیر خطر به صدا در اومد و چند صدای انفجار هم شنیده شده، در رسانه ها اخبارش منتشر شد. پس از اون هم گفته شده که چندین پهپاد در بالای زندان اوین به پرواز در اومدن. این در حالی هستش که پرواز هر گونه پرنده روی محوطه زندان اوین ممنوع هستش مگر اینکه یک اتفاق امنیتی در زندان اوین رقم بخوره. و بعد از اون هم گفته شده که بسیاری از نیروهای سرکوبگر و نیروهای امنیتی به سمت زندان اوین در حرکت بودن و در حال حاضر تمامی اتوبان‌های منتهی به زندان اوین رو بستن و هیچ گونه ماشین نمیتونه به سمت زندان اوین حرکت بکنه. این در حالی هستش که چندین تصاویر از آتش سوزی در زندان اوین منتشر شده. گفته شده که در زندان اوین در بند 7 و 8ش چند تا از زندانیان سیاسی شعارهایی رو دادن و همین اتفاق باعث شده که جو زندان اوین متشنج بشه و عده زیادی از زندانیان بپیوندن به این اعتراضات و شروع بکنن به شعار دادن. بعد از اون گفته شده که انبار لباس‌های زندان اوین آتش سوزی درونش رخ داده که تصاویر آن آتش سوزی رو می‌بینید و صدای شعارهایی که در اطراف زندان اوین بوده میتونید تصاویرش رو هم ببینید و بعد از اون هم جزئیات این اتفاق در زندان اوین رو جلوتر به شما خواهم گفت. تصاویر زندان اوین رو ببینید. تصاویری که می‌بینید، حالا من صدا رو هم کم می‌کنم، از آتش سوزی در زندان اوین هستش و می‌دونید که در حال حاضر نزدیک شدن به زندان اوین یه مقداری سخت هستش. گفتن که یه سری از مردمان عالی نازی آباد تهران در حال حاضر دارن به سمت زندان اوین حرکت می‌کنن. خیلی از افراد رو داخل زندان اوین به بخش انفرادی منتقل کردن و گفتن که بخش‌هایی از سقف زندان اوین هم ریزش کرد و گویا میخوان سینما رکس دیگه ای رو رقم بزنن. وقتی که این اتفاقات میفته طبیعتاً اولین کاری که میکنن ارتباطات رادیویی و تلفنی رو در زندان اوین قطع میکنن. تلفن‌ها در زندان اوین قطع هستش، اما بعضی از زندانی‌ها داخل زندان اوین، خب خیلی از شما میدونید که موبایل دارن و قطعا در روزها یا شاید هم در ساعات آینده تصاویر داخل زندان اوین هم منتشر بشه و ببینیم که چه اتفاقی در زندان اوین افتاده. دوربین های زندان اوین رو طبیعتا تو این اتفاقات وقتی که بخوان معترضین رو سرکوب بکنن خاموش میکنن که بتونن راحت این کار رو انجام بدن. حکم تیر آزاد عنوان شده که در زندان اوین صادر کردن و به هر کسی شلیک میکنن. میدونید که بسیاری از افراد باسواد، بسیاری از سیاسیون در حال حاضر در زندان اوین هستن و همین فردا اگر بخوان این افرادی که داخل زندان اوین هستن رو آزاد بکنن شاید خیلی هاشون بتونن لیاقت اینو داشته باشن که رهبر یا رئیس جمهور ایران بشن و همین اتفاق شاید دلیلی بشه که بسیاری از افرادی که داخل زندان اوین هستن رو بکشن و بگن که به خاطر اعتراضاتی که در زندان اوین کردن کشته شدن و خیلی از این فعالان سیاسی رو بهترین فرصت میدونن که داخل زندان اوین جونشون رو بگیرن. توی اتوبان چمران شمالی هم ترافیک شدیدی ایجاد شده و بسیاری از اتوبان ها، میتونیم تصاویر اون اتوبان ها رو هم ببینیم. این تصاویر نزدیک و اصطلاحاً منتهی به زندان اوین هستش. ترافیک شدیدی ایجاد شده. گفتن که خیلی زیادی از جمعیت دارن به سمت زندان اوین حرکت میکنن. بازم میگم که در حال حاضر تمامی مسیرهای منتهی به زندان اوین رو مسدود کردن و هیچ کسی نمیتونه در حال حاضر نزدیک بشه به زندان اوین مگر اینکه خیلی جمعیت زیاد بشه و بتونن فشار بیارن و نیروهای امنیتی رو کنار بزنن. تصاویر ترافیک شدید در زندان اوین رو داریم. گفته شده که 3 انفجار صدا شنیده شده در حال حاضر در زندان اوین. این انفجارها هم در نوع خودش عجیب و غریب داخل زندان اوینی که یک زندانی
معروف در همه جای دنیا هستش و خیلی از سیاسیون تجربه رفتن به این زندان رو داشتن. تصاویر بعدی رو می‌بینیم. این هم یک تصویر دیگه هستش که از زندان اوین، از اطراف زندان اوین منتشر شده. میتونید ببینید تصویر. شما میبینین زندانی‌ها رو پشت بومه، الان معلومه. بله این هم تصاویری بود که از زندان اوین منتشر شده. تصاویر جدیدتر اگر به دست ما برسه در دقایق آینده در همین کانال یوتیوب پشت پرده منتشر خواهیم کرد. بازم میگم در بند 7 و 8 زندان اوین این اتفاق افتاده. معمولا میگن بند 7 زندان اوین بند کسایی هستش که اصطلاحاً بلا تکلیفن یا حکمی براشون صادر نشده و بسیاری از فعالان سیاسی که در طول این چند روز گذشته لباس شخصی ها توی خیابون بازداشت کردن رو منتقل کردن به بند 7 زندان اوین و طبیعتاً بازم میگم این اتفاق شاید یک بهانه‌ای بوده برای شاید سرگرم کردن مردم یا بهانه‌ای بوده برای کشتن یا سرکوب بسیاری از فعالان سیاسی که توی خیابون‌ها و لیدرهایی که توی خیابون‌ها بازداشتشون کردن و منتقلشون کردن به بند 7 زندان اوین. و از اون طرف گروه هکری عدالت علی که ما قبلا هم از این گروه دیده بودیم که بسیاری از تصاویر زندان اوین رو هک کرده بود و منتشر کرده بود، هم بیانیه صادر کرده و گفته که اگر بتونیم در ساعات آینده تصاویر زندان اوین رو منتشر خواهیم کرد و به نوعی هک خواهیم کرد تصاویر دوربین‌های زندان اوین رو. و طبیعتاً چون این تجربه رو قبلا مسئولان زندان اوین داشتن، طبیعتاً شاید دوربین‌های زندان اوین رو خاموش بکنن که همچین اتفاق عجیب و غریبی نیفته. اگر در دقایق آینده خبر جدیدتری به دست ما برسه بهتون میگیم. چند روز پیش هم باز هم تو زندان اوین ما شاهد اعتراض بسیاری از افرادی بودیم که حالا شاید خیلی هاشون طبیعتاً بی‌دلیل توی زندان اوین بودن، اومده بودن و شعار داده بودن و بعضیاشون رو منتقل کردن به انفرادی‌های زندان اوین. با این حجم دودی که داخل زندان اوین هستش، خدا کنه اون کسانی که تو انفرادی هستن یا اون کسانی که تو بندهای مختلف هستن جون سالم به در ببرن. چون که دیدید دیگه تصاویر هم قبلا ما از زندان اوین دیدیم که با یه برخورد عجیب و غریب و شدیدی برخورد میکنن با این افراد در زندان اوین. بازم میگم اگر خبر جدیدی از زندان اوین به دست ما برسه در همین کانال یوتیوب برنامه پشت پرده منتشر خواهیم کرد. سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که ویدیو که منتشر شد براتون نوتیفیکیشن بیاد و ببینید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.